به نام خداوند بخشنده و جان دل و مهربان. امروز میخوایم فال متولدین اردیبهشت ماه رو براتون بگیم. عزیزای دل، کسایی که متولد اردیبهشت ماه هست، فرد مجرده، هر نیت دارن نیت بکنن، صلوات بفرستن 3 تا. متولد اردیبهشت ماه مجرد با شخصی که تو رابطه هستن، بینشون رابطهشون کلا به هم خوردگی میفته، دعوا جر بس میفته، میونشون ناراحتی میفته. این ناراحتی موقتیه، 100% با هم آشتی دارن. با شخصی که رابطهشون به هم خورده 100% با هم جفت میشن، جدایی کلا ندارن. از بعد متولد اردیبهشت ماه که شخصی که مجرده، از شرایط کاریشون یکم بستگی براش نشون میده، یکم از مشکل مالی براشون دیده میشه. این مشکل مالیشون تو 3 وقت زمان 100% حل میشه. مردی که اسمش اکبر نامیه براشون کمک میکنه، اکبر احمد نامی از بعد مالی براشون کمک میکنن، براشون یه شغلی پیشنهاد داده میشه. یکی از اقوامشون فوت میکنن، یکم ناراحتی براشون پیش میاد. اقوامی نزدیکش نیست، اقوام درجه 2 شون است که امکان داره خاله باشه، عمه باشه، پسر، مشخص نیست. اقوام درجه 2 است، امکان داره زنی که سنش بیشتره یه خبر فوت بشه. اما از بعد عاطفی با شخصی که دوست دارن ازدواج بکنن 100%، اما به مرور زمانه بین خودشون و کیس عاطفیشون دعا جاد جنبل براشون نشون داده میشه. این دعا جاد جنبل موقتیه اما 100% حل میشه. سوره توبه آیه 129 رو بخونن و سوره اسراء آیه 81 رو بخونن، به آب بخورن، هر مشکلی باشه کلا رفع میشه ازشون. مطمئن باشین رفع میشه. اما با خانواده خودشون شخص مجرد اختلاف دارن، با هر کسی صحبت میکنن با خانواده خودش جر و بحث میفته، با اون به خاطر اون شخصی که در ارتباطن کلا ناراحتی براشون پیش میاد. اما 100% تا 2 وقت 2 زمان تو زندگیشون مثل معجزه الهی یه چراغی روشن به زندگیشون میفته تا کارشون حل بشه، پول بیاد دستشون 100%. اما خودشون رو کلا افسرده کردن، افسردگی نگیرن. گفتم رابطه معنویشون کلا بهتر کنن، حالشون خیلی خیلی بهتر میشه. از شخصی که شخصی که متأهل مردی که متولد اردیبهشت ماه کار به دادگاه میفته، کار دادگاهی براشون میفته. اگه متأهل باشه از طرف خانمش اختلاف براشون میفته، اما اختلافش 100% حل میشه به خاطر به خاطر پولی که بین خود و خانمشون رد بدل میشه، یا کلا خانمش امکان داره ازشون پول بخوان، یه سرمایه گذاری امکان داره مهری ازشون بخوان. این مشکلشون از طرف دادگاه 100% حل میشه و هم رابطه خودشون درست میشه، هم رابطه یه کاریشون که 100% بهتر میشه. اما یه مسئله است که زنایی که متولد اردیبهشت ماه هستن از طرف همسرشون به دستشون کادو میرسه، مسافرت دارن، خودشون مسافرت 100% عالی میشه. شخصی که از بعد عاطفی یکم به مشکل خوردن، خانوما دوباره ارتباطشون با هم دیگه بهتر میشه. شخصی که رفتن دعا گرفتن، جادو جنبل گرفتن، انجام ندن، براشون برعکس میشه. بهتره که انجام بدن براشون ناراحتی پیش میاد و باعث میشه که از بعد مالی به مشکل بخورن، به مشکل. شخصایی که شاغل هستن، خانمایی که شاغل هستن، برن جادو جنبل دعا بگیرن، کارشون کلا به بستگی میفته. زیاد به جادو جنبل پناه نبرید، به کتاب آسمانی خدا پناه ببرید که 100% هر مشکلی دارن کارشون کلا از طرف خدا باز میشه. کلام خدا رو حتما بخونین، فوق العاده براتون بهتر میشه. کسایی که ایران نیستن، بحث خارج کشور هستن، براشون یه مشکل مالی براشون میفته، یه سکوت مالی خیلی خیلی بیشتر براشون میفته. اما تا دی ماه، تا آبان ماه، تا دی و آبان ماه وضعیت ماش کلا بهتر میشه. شخصی به نام ناصر، از ناصر نام خیلی احتیاط کنین، مراقب باشین. فقط مراقب باشین پشت سر شما این افرادی که اسمشون میفته برن پشت سر شما دروغ یا پیش خانواده شما تهمت نزنن بهتون. شخص که اسمش وحید نامیه، سارا نامیه، سمیه نامیه، شخص اخلاق دوگانگی دارن، میخواین مثلا با شما دوستی کنن، اول ظاهرا براتون بهتر میشه اما بعداً به ضرر شما با شما دشمنی میریزن. خیلی احتیاط کنین. کسایی که کارخانه دارن کارشون به بستگی افتاده 100% بهتر میشه. از طرف دولت براشون یه پیشنهاد کاری براشون داده میشه، فوق العاده خوبم میشه. اما شخصایی که حامل نیستن 100% تا 3 وقت زمان حاملگی براشون میفتن، به خاطر اونه که زنایی که حامله نمیشن، زنان اردیبهشت ماه، به دلایل اینی که خودشون همزاد دارن، به خاطر اون سوره توبه رو بخونن، کلش و کاملش بخونن و 4 گل رو هر شب بخونن تا 40 روز،
100% حاملگی براشون میفته. یه پزشکی هم براشون میفته، این پزشکی رفتنشون 100% درمان میشه. شخصایی که مثلا میگن مریضن حالشون بهتر نمیشه، مثلا خدای نکرده دکتر جوابشون کرده باشن، مثل معجزه‌آسا 100% وضعشون بهتر میشه، از بعد حالت روحی و روانی حالشون خیلی خیلی خوب در میشه. فقط مراقب باشین شخصایی که دو دوره بر شما هستن احتیاط کنین. براتون پیشنهاد کار میدن، کسی که کارش تو دولته، کارش مثلا امکان داره کلانتری باشه، مثلا مأمور کلانتری باشه یا دادگاه باشه، براشون موفقیت خیلی خیلی عالی براشون میفته، 100% فوق العاده براشون بهتر میشه. اما متاسفانه متولد اردیبهشت ما امسال براشون خیلی خیلی پررزق و روزی و خیر و برکت تو زندگیشون میفته، اما متاسفانه از نزدیکای خودشون فوت میکنن تو 3 وقت 3 زمانه.